فقط یک بار با این رسیپی پیراشکی کرمدار رو درست کن، دیگه دوست نداری رسیپیشو بدی به کسی. من اینجا خمیرشو با دست میگیرم، شما میتونید از همزن هم استفاده کنید. اول تخم مرغ، شکر، کره، آب، نمک، جوار لیمو، آرد و وانیل. در آخرم خمیرمایی که به عمل آوردین رو بهش اضافه کنید. خوب ورز بدین تا اینجوری خمیرتون صاف و یک دست بشه. اگه خمیر رو با همزن گرفتین حدوداً 7 دقیقه ورز بدین با دور کند، و اگه مثل من با دست خمیر رو گرفتی 15 دقیقه باید خمیر رو ورز کنید. همینجوری که دیدین روی میز رو یکم با روغن مایع چرب میکنیم و بعدش خمیر رو 100 گرم چونه میگیریم. به همین فاصله بچینید داخل دیس. بعدش روشو حتما با نایلون بپوشونید و حدوداً 3-4 ساعت تو دم محیط بهش استراحت بدید. اینجوری حجمش 2 برابر میشه. الان آب تخم مرغ رو میزنیم. رسیپی آب تخم مرغ هم براتون داخل کپشن نوشتم. بعدش روشو اگر دوست داشتید میتونید آجیل بریزید یا مثل من شکلات هم میتونید بریزید. راستی تا یادت نرفته لایک کن، مرسی. با درجه 180 میره داخل فر. همینجوری که رنگ گرفت از فر بیاریم بیرون. بعد از اینکه از فر در آوردین اگه دیدین نونتون یکم خشکه این کاملا طبیعیه، سرد که بشه نون نرم میشه. بعد اینکه نون پیراشکی رو برش زدین داخلش رو با کرم پیراشکی یا همون کرم دانمارکی پر کنید. اگر رسیپی با طرز تهیه این کرم پیراشکی رو نداری فقط کافیه این پایین کلمه پیراشکی رو کامنت کنید، توی دایرکت برات میفرستم. اینم از پیراشکی کرم دار. نوش جان.